درود و سلام خدمت همه برابکس کانال درآمد میلیونی. امروز هم با شما هستیم با یه آموزش دیگه. بریم سر وقت آموزش. امروز میخوام در مورد کیف پول سی ولت، یک کیف پول بسیار عالی، با شما صحبت کنم و نحوه ساخت اون در سایت رو به شما آموزش بدم. اول ببینیم در مورد این کیف پول چیا گفتن توی نت. خب اولین چیزی که باز شد سی ولت، اولین کیف پول رمزنگاری نگهداری و غیرتی ترکیبی است که امنیت، راحتی و انعطاف پذیری را برای ارسال، دریافت و ذخیره بیت کوین، تتر، لونا، اتریوم، تتر، داج، XRP، BNB و بیش از 800 دارایی دیجیتال به شما ارائه میدهد، از جمله ذخیره سرمایه‌گذاری و تجارت NFT ها تحت یک کیف پول اعتماد. خب بریم طرز ساختش رو به شما آموزش بدم، ببینیم چجوری هستش ساخت اون در وبسایت. این هم صفحه ثبت نامی این کیف پول هستش که شما میتونید ثبت نام کنید و اینکه وارد این کیف پول بشید. و این کیف پول هم اندروید داره، هم iOS داره و هم نسخه وب داره که ما فقط میخوایم نسخه وب اونو در حال حاضر به شما آموزش بدیم. این که برای اگر که حساب دارید QR کد هستش که میتونید اسکن کنید و سریع وارد بشید، این مشکلی نداره. این چی گفته به ما اینجا؟ ایمیل یا شماره تلفن خود را برای ثبت نام وارد کنید. خب شما میتونید از دو صورت ثبت نام کنید و وارد این سایت بشید، یک از طریق ایمیل، یک از طریق موبایل. من ترجیح میدم که از طریق ایمیل ثبت نام کنم. خب ایمیلمو وارد میکنم و روی دکمه استارت کلیک میکنم. اینجا برای من یه من ربات نیستم آورده، گفته که اینو پیدا کن. خب اول W هستش با V، بعد I هستش با T، اینم I هستی با T، E هستش با V. اینم از این کانفرم. خب میگه توی ایمیل شما یک رمزی فرستاده شده که باید اون رمز رو اینجا وارد کنید. خب اینجا این همون رمزی که به ایمیل ما فرستاده شده، ما اینو به یاد میسپریم. خب 240343 240343. خب میگه پسورد انتخاب کنید. ما یه پسورد انتخاب میکنیم. تکرار پسورد و دکمه سابمیت رو میزنیم که ذخیره بشه. خب به همین راحتی ما یه کیف پول سی ولت ساختیم. قیمت هم به دلار اینجا نوشته، لیست کرده، بیشتر ارزها رو اینجا لیست کرده و در 24 ساعت گذشته تغییرایی که اعمال شده روی این ارزها رو اینجا نمایش داده که پایین رفته یا بالا رفته. بعد اینکه اینم منو هستش. در این قسمت که موجودی کیف پول ما داره نمایش داده میشه. حالا در اینجا هر چی ما داشته باشیم، مثلا اگه تتر داشته باشیم اینجا برای ما نمایش داده میشه به صورت بیت کوین یا دلار. و الان کیف پول تتر رو داریم میبینین به صورت آزمایشی. تتر رو آوردم
بالا این قسمت رسیوش هستش. این شبکه های که دریافتی و ارسالی تتر هستش که فعلا تنظیم شده روی TRC20 و این آدرسی که شما باید بدید به شخصی که میخواد برای شما پول ارسال کنه. خب اینم آیدی سی والت شما است که خیلی با این کار داریم. اینم رسیو URL سی والت رسیو تتر هستش که روی شبکه TRX هستش که میتونید شیر کنید و این طریق برای شما پول ارسال بشه. و این هم قسمت ارسال پول هستش که مبلغ رو وارد میکنید، اینا میزنید ماکسیموم اون مبلغ میاد اینجا قرار میگیره، آدرس رو وارد میکنید یا آدرس سی والت آیدی رو وارد میکنید یا خود آدرس رو وارد میکنید و اینکه و گزینه سند و اینجا فعال میشه میزنید. میریم به قسمت ستینگ، اینجا تنظیمات. حالا یا یک آواتاری چیزی اینجا آپلود میکنید توی پروفایلتون، اسمتون عوض میکنید یا شبکه اجتماعیتون رو وارد میکنید. اینجا سطح امنیت پسوردتون رو داره نمایش میده. اینجا خیلی مهمه، اینجا سی والت آیدی شما هست که خیلی نیازه توی بعضی از سایت ها میتونید وارد کنید و نیاز نداره اصلا هیچ آدرسی دیگه وارد کنید و از این طریق شما بلافاصله پول مستقیم دریافت میکنید به سی والت و اینجا برای شما نمایش داده میشه. و قسمت سکیوریتی، رمز و پسورد و اینا، اینجا موبایلتون رو تایید میکنید، اینجا اسمس میاد، اسمس تایید الان به صورت قرمز داره نمایش داده میشه، گوگل تو فاکتور. این تایید دو مرحله‌ای گوگل هستش که میتونید فعال کنید. پیمنت پسورد برای دریافت هستش، پسورد دریافت. اینجا وقتی که میخواین پول رو دریافت کنید و به یک صرافی به اصطلاح وارد کنید، اینجا برای این کار یک پسورد تعیین میکنید که فقط خودتون بتونید دریافت کنید. و اینجا هم قسمت نوتیفیکیشن، اعلان هستش که هر اعلان و خبری باشه اینجا شما میتونید ببینید. از قسمت سواب، این قسمت میرید کلیک میکنید، این قسمت تبدیله، تبادل، یعنی مثلا اینجا شما BTC دارید، بیت کوین دارید، میخواید تبدیل کنید مثلا به تتر، اینجا وارد میکنید، بعد مبلغشو تعیین میکنید، میزنید و که مثلا USDT وارد میکنید، اینجا به BTC دریافت میکنید و سواب نو رو میزنید. بویسل اینجا هم که برای ما فکر میکنم که نمیشه، چون که خرید فروش ارزهای دیجیتال هستش که از سایت های خارجی هستش. قسمت بات هستش، توییتر بات، تلگرام بات، دیسکورد بات و اینم تولز هستش و این حالت ایردراپ و یه سری از کار باید اینجا انجام بدید. خیلی اینها مهم نیست، چیز خاصی دیگه نمونه. همین. ممنون از این که تا انتهای این ویدیو با من بودید. تا آموزش های بعدی شاد و خوش و سلامت باشید.